به نام خدا، لیلا توانایی هستم و آمدم با بررسی سوالات شیمی دهم در تاریخ 7 خرداد 1403. سوال 1 در آزمون امسال چند گزینه‌ای هست و قسمت الف میگه گاز فلان برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه MRI. در دستگاه MRI همونطور که تو کتابتون هم نوشته گاز هلیوم هست که باعث خنک شدنش میشه. واکنش پذیری گاز اوزون از گاز اکسیژن بیشتره. بله، این در واقع گزینه صحیح میشه بیشتر بودن. اوزون یک مولکولی هست که نسبت به گاز اکسیژن، همونطور که تو متن کتابم حتی در ارتباط با اوزون نوشته که واکنش پذیریش بیشتر از گاز اکسیژن هست. خاطرتون باشه اوزون مولکول 3 اتمی اکسیژن هست و مولکول اکسیژن 2 اتمیه. اتم اکسیژن هست یا عنصر اکسیژن هست. گفتیم اوزون تروپوسفری از واکنش گاز O2 با NO2 با گاز NO2 جواب اصلیش میشه NO2 که واکنشش تو متن کتابتون هم نوشته شده. قسمت دال میگه بر اساس قاعده آفبا هنگام افزودن الکترون به زیرلایه اول کدوم پر میشه؟ ما میدونیم که توی زیرلایه های S، یعنی اگر 6S داشته باشیم اول NS پر میشه، بعد N منهای 1 D پر میشه. پس گزینه صحیح میشه گزینه 6S، یعنی اول 6S پر میشه، بعد 6 منهای 1 یعنی 5D پر میشه. برای شناسایی یون باریوم در محلول آبی به آن محلول، این دیگه دقیقاً سوالات و خودروی آزمایش‌های متن کتابه. باریوم با سدیم سولفات واکنش میده. باریوم با سدیم سولفات. پس گزینه صحیح میشه سدیم سولفات، نه سدیم کلرید. در دما و فشار یکسان، این در واقع شرایط استیپی داره میگه. حجم نیم مول گاز، وقتی میگه یکی از گازها حجمش تو این دما و این فشار برابر 10 لیتره، این مربوط به همه گازها میشه. همونطور که ما طبق قانون آووگادرو داریم در شرایط استیپی میگیم 1 مول از هر گازی 22.4 لیتر گاز رو، فضا رو اشغال میکنه، حجم رو اشغال میکنه. پس 1 مول از هر گازی بخواد F2 باشه، CO2 باشه، Cl2 باشه، هیچ فرقی نمیکنه. آرگون باشه مثل اینجا. پس اگر توی این دما و توی این فشار گاز F2 10 لیتر فضا رو اشغال کرده، آرگون هم همون 10 لیتر رو اشغال میکنه. خب بریم سراغ قسمت سوال 2. الف، یه جدول به شما داده، ست عنصر M و X و Z رو داده، آرایش لایه ظرفیتاشون رو کشیده به صورت آرایش الکترونی فشرده و گفته شماره دور و گروه عنصر M رو مشخص کنید. خب عنصر M همونطور که میبینید 5s2 لایه ظرفیتش یا لایه آخرش هست. وقتی میگه 5s2 یعنی 5 شماره دورشه، عنصر دسته S هست و گروهش هم گروه 2 هست. قسمت ب میگه عدد کوانتومی یعنی NOL الکترون های بیرونی ترین زیرلایه اتم X. خب اتم X بیرونی ترین زیرلایهش میشه 4p4ش. خب 4p4 4p4 خب 4p4 یعنی اینجا. خب 4p4 Nش که 4، P هم که زیرلایهش Lش مساوی با 1 همیشه، یعنی ما میگیم زیرلایه S Lش 0، یعنی در واقع کدش 0. زیرلایه P Lش 1 هست، زیرلایه D Lش 2 هست و زیرلایه F Lش 3. حالا اینجا گفته P، پس میگم L مساوی با 1، Nش هم که عدد کوانتومی اصلیش 4p. عنصر Z به کدام دسته تعلق داره؟ خب اگر دقت کنید بهش، به عنصر Z، آره قسمت جیم هستم، گفته به کدوم دسته عنصر رو میبینم که 3D5 4S1. پس زیرلایه دیش در حال هنوز پر شدنه، چون دی تا لایه 10 جا داره، میتونه که فضا رو اشغال کنه، یعنی الکترون داشته باشه. 3D تا 10 تا میتونه الکترون بگیره. این عنصر
18 20 24 عنصر کروم هست که در واقع یه استثنایی هم ما داریم. همیشه تو جدول تناوبی عناصر واسطه کروم 24 و CU 29 سدیشون 5 4 1 و سدی 10 4 1 هست برای کروم 24 و CU 29. قسمت بعدی میگه در آرایش الکترونی کدام اتم 2 تا زیرلایه نیمه پر وجود داره؟ 2 تا زیرلایه نیمه پر. تو عنصر Z نگاه کنید، سدی 5 نیمه پر هست و 4 هم که نیمه پره، چون اس گنجایش 2 الکترون رو داره. وقتی 1 میگیری یعنی نصفش پر شده. سدی هم همیشه 10 تا الکترون میتونه حد اکثر بگیره که نصفش میشه سدی 5. میگه کدام اتم قسمت ه در شرایط مناسب میتواند الکترون به اشتراک بگذارد؟ خب ما باید دنبال یه عنصری بگردیم که ویژگی اشتراک گذاشتن رو داشته باشه. عنصر Z که عنصر واسط است، یعنی فلزه و تمایل داره الکترون از دست بده. عنصر M هم که دسته S هست و این هم فلزه. پس عنصر X رو اگر با دقت نگاه کنید 4s2 4p4 میتونه یک عنصر از گروه در واقع 16 باشه. عنصر گروه 16 هم گروه های اکسیژن هستند. اکسیژن، گوگرد، اینها میتونن الکترون بگیرن و میتونن الکترون هم به اشتراک بگذارن. پس میشه عنصر X. خب سوال 3 میگه درستی نادرستی بگید. اتم آ با دریافت الکترون به یون پایدار آی دوباره منفی تبدیل میشه. آی 15 یعنی همون فسفر دیگه، پی 15. خب پی 15 من میدونم که 3 تا الکترون بگیره میشه آرایش گاز نجیب هم دوره خودش. پس آی 3 بار منفی باید بگیره. گزینه الف غلط است. غلط. گزینه ب در تهیه آب شیرین از آب دریا میشه از فرآیند اسموز وارد. این دقیقاً تعریف و کار اسموز معکوس است که در تهیه آب شیرین از آب دریا میتوان از فرآیند اسموز معکوس یا اسموز وارون استفاده کرد. جیم میگه اگر یک بادکنک پر شده از هوا درون نیتروژن مایع قرار بگیره حجمش تغییر میکنه. خب قطعا حجم کاهش پیدا میکنه و اینجا برعکس نوشته و این گزینه غلطی هست. گزینه دال سنگ های متخلخل در زیر زمین جاهای مناسبی برای دفن گاز کربن دی اکسید. بله این درسته. یکی از مشکلات و معضلات دفن گاز کربن دی اکسید یا حذف گاز کربن دی اکسید از محیط زیست به خاطر اینکه بحث اثر گاز گلخانه‌ای داره و باعث گرمایش جهان میشه و کره زمین، این هست که ما بتونیم یک جایی برای دفن کربن دی اکسید داشته باشیم یا بتونیم اونو حذف کنیم به یه طریقی. یکی از جاهای مناسب سنگ‌های متخلخل هست که میشه ازش استفاده کرد. پس قسمت دال درست است. میگه در طیف نشئه خطی اتم هیدروژن در ناحیه مریخ 2 تا انتقال کشیده، یکی 5/2 یکی 3/2. طول موج کدوم بلندتره؟ خب ببینید 5/2 مسیر طولانی تریه، یعنی انرژی بیشتری کاهش پیدا میکنه یا انرژی بیشتری رو در واقع طی میکنه. نشر 5/2 با انرژی بزرگتری همراه است. وقتی انرژی بیشتر باشه یعنی طول موج کمتره، چون انرژی با طول موج رابطه عکس داره. پس در طیف نشر خطی اتم‌های هیدروژن در ناحیه مریخ انتقال الکترون 5/2 طول موج کوتاه‌تری داره چون انرژیش بیشتره. پس گزینه ه هم غلط است. خب صفحه دوم سوالات. سوال 4 میگه عدد اتمی عنصر ای برابر 25 اگر اتم آن با از دست دادن 3 الکترون به یون تبدیل بشه و شمار نوترون های آن 5 واحد از شمار پروتون های آن بیشتر باشد، نماد گونی داده شده را با تعیین BAN کامل کنه و در پاسخ بنویسید. خب ببینید چی از ما میخواد. ای عنصر ای نماد شیمیاییش رو بده و آ رو میخواد، یعنی عدد اتمی رو میخواد. عدد اتمی خب خودش گفته 25، پس من به جای آ میذارم 25. پس آ میشه 25. بی میشه عدد جرمی. عدد جرمی یعنی مجموع پروتون ها و نوترون ها. خب من برای اینکه پروتون ها و نوترون ها رو بتونم محاسبه کنم میگم سوال خب پروتونش گفته 25.
حالا نوترونش گفته چقدره؟ 5 تا از پروتون ها بیشتره، یعنی نوترون عملا چنده؟ 30. خب حالا عدد جرمی میشه چند؟ پروتون به اضافه نوترون میکنم برای محاسبه عدد B یا عدد جرمی. 25 به اضافه 30 میشه 55. پس A شد 25 یعنی پروتون ها و B هم به دست آوردیم 55. گفته N هم که خودش گفته با از دست دادن 3 الکترون، پس میشه 3 بار مثبت. درست شد؟ این هم میشه جواب سوال 4. سوال 5 میگه شکل روبرو درصد فراوانی دو ایزوتوپ رو داده، جرم میانگین رو میخواد. خب جرم میانگین رابطه داره، جرم میانگین رابطهش برابر است با خب میگم M بار برابر است با M1 ضرب در F1 به اضافه M2 F2 تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 100. خب M1 من چنده؟ 10. B 10 ضرب در 20 فراوانیش و B 11 هم که جرم بعدیشه و درصد فراوانیش اون اگر 20 باشه پس B 11 میشه 80 تا از 100 تا. پس میشه 20 ضرب در 10 به اضافه 80 ضرب در 11 تقسیم بر F1 به اضافه F2 که میشه 80 به اضافه 20 میشه 100. محاسبهش کنید جوابش میشه 10^8 AMU. 10^8 AMU. این هم میشه بحث میانگین ایزوتوپی که خیلی آسون بود این سوال. سوال 6 برای موازنه. خب برای موازنه طبق روش وارسی قسمت آ که پیچیده‌ترین مواد واکنش دهنده ماست رو ضریب 1 میدیم، بعد حل میکنیم. گاهی اوقات مثل الان میبینیم که ضریب کسری به دست میاد یا سخت به دست میاد. بهتره اون عدد اول رو به جای اینکه 1 بذاریم 2 بذاریم. یه تکنیکه که من به بچه‌ها همیشه یاد دادم. تو روش‌ها خیلی کمکتون میکنه این روش. خب وقتی که 2 تا Fe2O3 اینجا بذارم، پس 2 تا میشه 4 تا Fe باید بذارم برای این ور. ضریب O اکسیژن 2 3 تا 6 تا، این ور باید یه ضریب 3 بذارم براش، یعنی D میشه 3 و وقتی 3 تا C دارم قطعا ضریب A هم میشه ضریب B هم میشه C. میگه آرایش الکترونی کامل Fe26 رو بنویسید. خب این یک در واقع آرایش الکترونی نوشتن از 1s2 شروع میکنید. دیگه 1s2 اسلش 2s2 2p6 دوباره اسلش 3s2 3p6 بعد 4s2 باید پر بشه و بعد 3d6 تا 26 رو پر کنید. یه عنصر واسطه است، دیش در حال پر شدنه، 3dش در حال پر شدنه. میگه نماد این مثلثی که بالای معادلات می‌نویسیم به دلیل اینکه واکنش گرما در حین انجام واکنش گرما گرفته. یک واکنش گرماگیر هست که حالا بعداً می‌خونید، ولی برای انجام این واکنش حتما نیاز به حرارت داریم. خب قسمت 7 میگه شکل روبروی محلول آبی رو نشون میده. هر ذره حل شونده رو معادل 1/100 مول بگیریم. خب غلظت مولیش، خب غلظت مولی یعنی چی؟ یعنی تعداد مول مواد حل شونده تقسیم بر حجم محلول. حجم محلول من 0.2 لیتره. مقدار مول حل شونده ما 5 تا ذره داریم. اگر دقت کنید توی ظرف واکنشمون 1 2 3 4 5 تا ذره داریم. هر کدوم از ذره ها معادل 100. پس 5 ضرب در 100 تقسیم بر 0.2 لیتر که حجم ماست میشه مول بر لیتر یا همون مولاریته که عددش مساوی با 25 صدم مولار یا 25 صدم مول بر لیتر محاسبه میشه. قسمت ب میگه اگر 20 میلی لیتر از محلول برداشته بشه غلظت محلول چه تغییری میکنه؟ غلظتش هیچ تغییر نمیکنه، چون وقتی 20 میلی لیتر از محلول برمیداریم یعنی هم مقدار ماده حل شونده هم مقدار حلال ما به یه اندازه، به یه نسبت برداشته میشه. پس غلظت محلول هیچ تغییری نمیکنه. اگه مقداری حل شونده اضافه کنیم غلظت محلول قطعا افزایش پیدا میکنه. سوال بعدی میگه مولکول‌های فلان رو در نظر بگیرید، ساختار لوئیس رسم کنید. خب برای رسم ساختارهای لوئیس ما یه روش داریم، یه روش برای حل کردن اینها داریم.
الان اینجا مولکولی که به شما داده PO2Cl. خب ما اول باید تعداد الکترون لایه ظرفیت رو بشماریم. میگم فسفر تو لایه ظرفیتش 5 الکترون داره. هر اکسیژنی 6 تا الکترون داره، میشه 2 6 تا 12 تا. و هر کلوری هم که هالوژن 7 تا الکترون داره، میشه 5 و 7 12 میشه 24. این میشه مرحله اول. تعداد الکترون های ظرفیتی رو محاسبه کردن. تو مرحله دوم یعنی کار دوم، ما باید الکترون های لازم رو برای اینکه یک مولکولی یک اتمی 8 تایی بشه محاسبه کنیم. میگم 4 تا اتم دارم، 4 تا 8 تا که باید برسن به آرایش 8 تایی میشه 32 تا. این هم میشه مرحله دوم من. حالا مرحله سوم، مرحله 1 و 2 رو از هم کم میکنم، تقسیم بر 2 میکنم. میشه چند؟ 12 منهای 4 میشه 8 تقسیم بر 2 میشه 4 تا. این میشه تعداد پیوندهای منه. یعنی من در ساختار لوئیس این ماده اجازه دارم فقط 4 تا پیوند بکشم. خب پس حالا میام 4 تا پیوند رو رسم میکنم. پی رو میذارم وسط، اکسیژن و کلور. خب 4 تا پیوند رو بکشم ولی من 3 تا کشیدم، پس باید یکیش رو دوگانه بکنم. خب الان این رو دوگانه کشیدم. مرحله 4 در این روشی که من انجام میدم میگه تو این روش باید هر کدوم از عناصر رو بشماری به آرایش 8 تا برسه. الان کلور رو 2 تا الکترون داره، من باید چند تا دیگه بکشم براش؟ 6 تا دیگه تا بشه 8 تا. برای این اکسیژن سمت چپی باید 6 تا بکشم تا اون هم بشه 8 تا. فسفر 8 تایی شده، 2 4 6 8 تا الکترون. و این اکسیژن با بند دوگانه 4 تا الکترون داره و 2 تا الکترون دیگه، 2 جفت الکترون دیگه باید بکشم. این میشه رسم ساختار لوئیس به همین سادگی. قسمت ب سوال 8 میگه جرم مولی HNO3 را محاسبه کنید. خب H1 N14 1 به اضافه 14 به اضافه هر اکسیژن هم که 16 تا میشه 48 تا. جوابش میشه 63 گرم بر مول. 63 گرم بر مول. این میشه جرم مولی HNO3. حالا قسمت جیم سوال میگه در 4 گرم SO3 چند مولکول وجود داره ازش؟ خب 4 گرم 4 گرم SO3 میگم 4 رو میذارم اول، 4 گرم SO3 گرمش ضرب داره. گرم SO3 رو باید حساب کنم. SCO2 البته خودش هم نوشته SCO2 و 16 که میشه 80 گرم پایین، 1 مول SO3 بالا ضرب داره. حالا میگم هر 1 مول تعداد، چون گفته چند مولکول، تعداد طبق عدد آووگادرو 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 هست. 23. جوابش هم که حالا بخواین حسابش کنید میشه 3.01 در 10 به توان 22 مولکول SO3. قسمت جیم سوال 8. سوال 9 میگه گازهای N2 و O2 از اجزای اصلی سازنده هواکره هستند. بله درسته. الف در دمای اتاق کدام یک با گاز H2 واکنش نمیده؟ ما میدونیم که اصلا گاز نیتروژن رو بهش میگیم جو بی اثر، یعنی اصلا واکنش خیلی کم واکنش میده در واقع. پس کدوم با گاز هیدروژن واکنش نمیده؟ میگیم N2 هست، گاز نیتروژن. قسمت ب میگه نقطه جوش 2 تا گاز نیتروژن و اکسیژن رو داده. حالا این مخلوطه رو میگه سرد میکنیم، کدومش زودتر به مایع تبدیل میشه؟ ببینید نکته این سوال اینه که اول اینها گاز هستند، بعد میخوایم اینا رو مایع کنیم. ولی توی سوال کتاب اون در واقع ما میخواستیم اونا رو سرد کرده بودیم، مایعشون کرده بودیم تا منفی 200 درجه، بعد اینا رو کم کم دماشون میبردیم بالا تا به نقطه جوش برسه. ولی الان اینجا میگه من گازه رو دارم، میخوام تبدیلش کنم به مایع. پس اونی که نقطه جوشش بالاتره اول مایع میشه. کدومش نقطه جوشش بالاتره؟ منفی 183 بزرگتر از منفی 196 هست. منفی 183 این عدد بزرگتری. پس گاز اکسیژن زودتر مایع میشه. سوال 10
میگه ادامه زندگی نوعی ماهی هنگامی امکان پذیره که غلظت اکسیژن محلول در آب بیشتر از 5 ppm باشه، یعنی 5 به بالا باشه. خب حالا میگه اومده ppm در واقع غلظت اکسیژن رو میخواد که ما براش محاسبه کنیم و بگیم که آیا این ppm در این حوضچه پرورش ماهی از 5 بیشتر یا کمتر. اگر از 5 بیشتر باشه 5.5 6 در بیاد، به بالا در بیاد، پس یعنی که این ماهی میتونه اونجا زندگی کنه و نفس بکشه. ولی اگر مثلا در بردیم 1.5 2 3 زیر 5 ppm، پس یعنی این ماهی نمیتونه در این حوضچه زنده بمونه، چون غلظت اکسیژنش بالای 5 ppm باشه. خب همونطور که از تعریف ppm توی کتاب درسی هم نوشته شده، ppm مقدارش برابر است با میلی گرم حل شونده تقسیم بر کیلوگرم حلال، حالا یا محلول ما اینجا که مقدارش خب خیلی ناچیزه حل شونده. پس یعنی مقدار میلی گرم حل شونده که 5 هست، 5 میلی گرم رو تقسیم بر 2 کیلوگرم میکنیم، جوابش میشه 2.5 ppm. 2.5 ppm از 5 کمتره، پس این ماهی نمیتونه توی این حوضچه پرورش پیدا کنه. سوال 10. سوال 11 یه چند تا ماده داده، مولکول داده، میگه ببینید کدوماش در واقع به این مربوط هست. ABCD رو با الف ب ج یه مقداری به هم ربطشون بده. قسمت A میگه مولکول در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنه. تو قسمت B این سوال داد رو در آوردم، میگه این مولکول در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنه. این سه تا ماده رو نگاه کنید، CH4 متان، CO2 کربن دی اکسید و HF است. خب CH4 و CO2 مولکول های ناقطبی هستند، پس در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنن. ما تو قسمت A باید بگردیم دنبال مولکول های ناقطبی. HF یک مولکول 2 اتمی ناجور هسته است دیگه، 2 تا اتم مختلف داره، H و F، قطبی است. B میگه این مولکول میتونه پیوند هیدروژنی بده. خب چه مولکولایی میتونن پیوند هیدروژنی بدن؟ مولکول‌هایی میتونن پیوند هیدروژنی بدن که N با H، O با H و F با H باشن. خب الان تو ترکیباتی که نوشته یکیش NH3 هست و یکیش هم HF. این دوتا میتونن تو قسمت B پیوند هیدروژنی بدن. قسمت C میگه این مولکول به هر نسبتی در آب حل میشه. ما 3 تا ماده داشتیم که به هر نسبتی تو آب حل میشن. یکی استون که نوشتدش و الان جواب این سوال ما استون میشه، و متانول و اتانول هم هست که الان اینجا توی متن این سوال نگفته، ولی استون و متانول و اتانول به هر نسبتی در آب حل میشن. الان اینجا جواب میشه استون. قسمت D میگه این مولکول با انحلال در آب ماهیت خودش رو حفظ میکنه. چه زمانی یک مولکول ماهیت خودش رو حفظ میکنه؟ زمانی که به صورت مولکولی حل بشه، یعنی یونی حل نشه. پس جواب دی هم میشه استون. قسمت آ میگه کدام عبارت یا عبارت‌ها برای توصیف مولکول استون مناسبه؟ خب میگیم سی و دی که به هر نسبتی تو آب حل میشه و ماهیت خودش رو هم میتونه حفظ کنه. میگه عبارت بی کدوما رو میتونه توصیف کنه؟ عبارت آ خب جهتگیر نکردن مربوط به مولکول‌های ناقطبی میشه CH4 و CO2. کدام عبارت جمله زیر را توجیه میکنه؟ نقطه جوش NH3 از ترکیبات فلانش بالاتره. بله، این یکی از تعریف های پیوند هیدروژنی. پیوند هیدروژنی NH3 HF و H2O از همگروه های خودش بیشتره به دلیل پیوند هیدروژنی. سوال 13 یه واکنش داده مربوط به سنتز مس هست و گفته برای تولید 3200 کیلوگرم فلز مس، 3200 کیلوگرم فلز مس. اولا که کیلوگرم رو باید حتما در 10 به توان 3 ضرب کنیم، پس میتونم بنویسم 32 در 10 به توان 5. 3200 کیلوگرم فلز مس میخوام ببینم چند لیتر گاز اکسیژنه. باید از روش استوکیومتری کمک بگیرم. خب میشه 32 در 10 به توان مثبت 5 گرم CU ضرب در هر یک مول CU معادل 64 گرمه. 64 گرم مول CU، ولی من میخوام تبدیلش کنم به مول اکسیژن، پس می‌نویسم مول CU
به مول اکسیژن. توی معادله موازنه شده میگم 2 مول CU 1 مول O2 نیاز داره. بعد میگم هر 1 مول O2 22.4 لیتر هست O2 و جوابی که به دست میاد میشه 5.6 در 10 به توان مثبت 5 لیتر از گاز اکسیژن. این هم میشه جواب این سوال. سوال 12 قسمت ب میگه اگر گاز تولید شده در واکنش وارد آب بشه، آب چه خاصیتی پیدا میکنه؟ خب نگاه کنید به گازی که تولید شده. گاز تولید شده چیه؟ SO2. SO2 یک اکسید نافلزه، گوگرده، اکسید گوگرده، نافلزه، پس میشه اسیدی. اکسیدهای نافلزات در محیط‌های آبی خاصیت اسیدی پیدا میکنن و pH رو میارن پایین. سوال 13 میگه نام ترکیب مولکولی N2O چیست؟ دی نیتروژن مونوکسید. فرمول شیمیایی KMnO4 رو داده، میگه کلسیم پرمنگنات رو حالا حسابش کن. خب وقتی میگه KMnO4 یعنی K یک بار مثبت بوده و MnO4 یک بار منفی بوده. خب وقتی میگه MnO4 یک بار منفیه، پس کلسیم که 2 بار مثبته، MnO4 یک بار منفی. ما میدونیم که ظرفیت ها رو میتونیم با هم دیگه مبادله کنیم، یعنی یک رو برای Ca که یک رو نمی نویسم پرانتز MnO4 2 بارها جابجا میشن. 13 قسمت جیم میگه ترکیب یونی ZnSO4 رو یکی از دانش آموزا به نام روی 2 سولفید نامگذاری کرده. 2 تا اشتباه داره. بله، Zn همیشه 2 بار مثبت، یک عنصر واسطه است، 2 بار مثبت همیشه به طور ثابت، پس نیازی نیست ما بنویسیم روی 2. علیرغم اینکه Zn فلز واسطه است، پس این یکی از اشتباهات، لازم نیست بنویسیم روی 2 چون روی همیشه 2 بار مثبت است. سولفید هم نیست دیگه، SO4 یک بنیان اسمش سولفات هست. سوال بعدی میگه چرا ترکیب یونی منیزیم کلورید از نظر بار الکتریکی خنثی است؟ خب تمام ترکیبات یونی، نه فقط منیزیم کلورید، تمام ترکیبات یونی از نظر بار الکتریکی خنثی هستن. اصلا ترکیب یونی خنثی است. چرا؟ چون تعداد در واقع مجموع بار مثبت کاتیونا و بار مثبت آنیون همیشه با هم برابره تو ترکیب یونی و ترکیب یونی ما همیشه خنثی است. سوال 14 میگه جدول زیر انحلال پذیری رو نشون داده و الف معادله انحلال پذیری رو محاسبه کنید. خب برای معادله انحلال پذیری باید y مساوی با ax به اضافه b رو بنویسی. این معادله ماست. y که همون s هست یعنی انحلال پذیری مساوی با شیب خط یعنی a. شیب خط رو چجوری به دست میاریم؟ 2 تا از انحلال پذیری رو از هم کم میکنیم با اختلاف زمان، یعنی میگه a برابر است با 33 منهای 27 تقسیم بر 20 منهای 0 که شیب این خط در میاد 3 دهم. پس میشه S مساوی با 3 دهم تتا، چون تغییرات انحلال پذیری نسبت دادم به اضافه ارز از مبدأ B ارز از مبدأ است. لحظه ای که دم و صفر انحلال پذیری چنده؟ 27. پس این میشه معادله خطمون. قسمت بعدیش گفته درصد جرمی محلول سیر شده پتاسیم کلورید رو تو دمای 20 درجه حسابش کن. تو دمای 20 درجه انحلال پذیری چنده؟ 33. خب درصد جرمی محلول سیر شده میشه 33 گرمی که حل شده، یعنی گرم حل شونده تقسیم بر گرم محلول. این گرم حل شونده است 33. گرم محلول چنده؟ 100 گرم حلال دارم، 33 گرم هم حل شونده دارم، ضرب در 100 چون درصد جرمیه. 33 تقسیم بر 133 ضرب در 100 جوابش میشه 24.8. این میشه درصد جرمی. سوال 15 الف میگه به پرسش ها پاسخ دهید کدام منحنی آ یا بی اثر دما رو بر انحلال پذیری گاز اکسیژن. تمام گازها انحلال پذیریشون با دما رابطش نزولیه. همیشه همه گازها انحلال پذیریشون در آب با دما رابطشون معکوسه و نزولی، پس میشه نمودار بی درسته.
میگه قسمت به افزودن مقداری نمک خوراکی به آب چه تأثیری بر انحلال پذیری گاز اکسیژن داره. این یک کاوش کنیدیه که توی سوالات کتاب هست و دقیقاً تحقیق کنیده. میگه برید خودتون تحقیق کنید. میگیم که افزودن مقدار نمک باعث میشه که انحلال پذیری گاز اکسیژن کم بشه. چرا؟ چون نمک جایگزین گاز اکسیژنی که حل شده میشه. چرا حالا نمک میاد جایگزین اکسیژن ها میشه؟ چون برهم کنش نمک خوراکی با آب قوی تر از برهم کنش گاز اکسیژن با آبه و باعث خروج اکسیژن از آب میشه. قسمت جیم میگه انحلال پذیری گاز NO در آب بیشتره یا O2؟ میگیم NO. چرا؟ چون NO یک ماده قطبیه و در آب بهتر حل میشود. ولی O2 چیه؟ مولکول ناقطبیه چون 2 اتمی جور هسته است. موفق و سربلند باشید.